طریقه. مولوی صاحب متوکل بر ما درباره چند شرط که ما یاد بگیریم که چه قسم محفل عروسی خود ولیمه خود اسلامی بکنیم. فقط شما بر ما شرایطش بگوین. ما میخوایم بخیر مادر اولادا خبر نشه، مثلا میخوایم عروسی دومی بکنم، شما بر ما بگوین که محفل چه قسم. من هم میکنم، یک برادر یا یک دوست دیگه مثلا جوانا میخواین بگوین مولا إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار رئیسم سوال دارن. من میخوایم عروسیم اسلامی باشه، شما برای ما امی مختصرا 6-7 نقطه را بگوین ما یادداشت کنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. حضار گرامی برادران مومن، داعی صاحب در مورد شرایط یا بر مبنا و اساس کدام نکات باید ازدواج صورت بگیرد، خشت اول خانواده و من بعد یکی از جمله جامعه های بزرگ در محیط زمین سرزمین الله تبارک و تعالی. اول شرط برای نکاح است که انسان قدرت داشته باشد، توانایی مخارج یا مصارف ازدواج داشته باشد. پیامبر علیه السلام در این مورد میفرماید که یا معشر الشباب، ای جماعت جوانان، من استطاع منکم الباءة. اونجا پیامبر علیه السلام کلمه استطاع را گفته. استطاعت این میگه که انسان از آن چیزی که مورد ضرورت در کدام معامله صورت میگیره از عهدهش برآمده بتانه. از این خاطر در این صورت پیغمبر علیه السلام اجازه ازدواج میده. ما مشاهده میکنیم که فعلا اکثر برادران و جوانای ما، حتی خواهرای ما در سن 40 رسیدن لیکن نتوانستند که از اینمی نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی استفاده بکنه. خب شرط اولش مولوی صاحب گفتن که کسی که توانایی داره، توانایی مالی و بدنی داره، بنابراین در این صورت ازدواج واجب است، واجب میشه. و بعضی علما فرض میگن، فرض یا واجب. بعضی علما فرق بین فرض و واجب نمیگن. بنابراین این شرط اول است که کسی که توانایی داره باید در ازدواج کردن و خصوصا کسی که سر خود بترسه که اگر ازدواج نمیکنم مبتلا به زنا میشم، پس سر از این فرض است که باید تصمیم بگیره و ازدواج بکنه. این شرط اول شد ان شاء الله. مولوی دومش بعد از استطاعت تعیین یا انتخاب خاندان درست و زوجه که خیلی مناسب حال ازی باشه، یعنی متدین باشه. خیلی چون که پیغمبر علیه السلام در این مورد هم برای ما ارشادات داره. الحمدلله دین ما غنی ترین دین است. هیچ گوشه زندگی ما نیست که پیغمبر علیه السلام برای ما هدایت نداشته باشه. در اون مورد هم برای ما فرموده، هم در شان پسر و هم در شان دختر. در شان دختر اگر کسی خواستگاری برای کسی میآید که دختر جوانی داره و اخلاق و دین او جوان خوشش میاد، باز دیگه او خواستگاری رد نکنه. با تاسف که امروز این نکته مراعات نمیشه، بلکه مسائل مادیات و رتبه های خودساختگی خیلی زیاد مورد نظر قرار میگیره. در عاقبت و انجام جنجال ها خیلی زیاد میباشد که آن چیزی که خواسته های او شوهر میباشد دختر برآورده نمیتونه، سبب مشکلات آیندهشان میشه. این از جانب کسی که صاحب دختر است. اما از جانب صاحب بچه، همین قسم دختر هم باید بچه‌ای که دیندار باشه، متدین باشه، اخلاق یا ولی داشته باشه. لااقل شرایط اسلامی را مراعات میکنه که سبا روز دختر همیشه مظلوم میباشه، او از خود دفاع نمیتونه، در یک خانه کسی دیگری نیست است.
از همین خاطر است که در خطبه نکاح با تأسف این تشریح شما به جوانای ما شما شروع میکنیم به یا ایها الناس اتقوا، از الله بترسید. دختری بیچاره و مظلوم در خانه هیچ کس خبر نمیشه، شوهر چقدر مظالم سرش انجام میدن، او هیچ چیزی از خود دفاع کرده نمیتونه. قرآن اینجا برای ما اشاره به این میکنه که از الله بترسید. از همون خاطر در آخر آیت ان الله کان علیکم رقیبا میگه یقینا الله سر شما مراقب است، میبینه آیا حقوق پورا میکنی یا نمیکنی، ظلم میکنی نمیکنی، زشت رو یا میکنی نمیکنی. همین قسم حقوقی که تو داری قرآن برات میگه ولهن مثل الذی علیهن، برای زنها همون حقوقی است با مطابق همون مسئولیت هایی که سر زنها هستند. خب من تو فهمیدم مولوی صاحب محترم میخواست بگوید که دختر متدین باید جوان با ایمان اختیار بکنه و برای مادر و پدر دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله ارشاد میکنه که اگر یک جوان به شما مراجعه میکنه خواستگاری که از دین از او شما رضایت دارین، پس دخترتان باید بر از او بتین. دینداری هر دو جهت مهم است، از پسر و از دختر. این شرط دوم شد. از جانب پسرم پیغمبر علیه السلام میفرماید که زن از 4 وجه به نکاح گرفته میشه. خب در آخر توصیه میکنه که فاصبر بذات دینه تربت یداک، تو باید کامیابی را حاصل کنی به این طور زنی که او دیندار باشه. چه حکمت است؟ زن دیندار چی میکنه؟ در وقت مشکلات متحمل میشه، در وقت غیابت همه عزت مندی تو را نگاه میکنه، او مراقبت تربیه اولاد داره، او لحاظ خدمت پدر و مادر و آن کسی که با تو تعلق داره. افسوس است که برنامه اسلام در این مورد بسیار وسیع برنامه است، مسئله تربیت اولاد و همین قسم حقوق زوجین و این باید در هر محافل عروسی خصوصا به داماد و عروس حتما گفته شود که اسلام این توصیه های برگزیده در این مورد داره. من یک قصه را براتان بکنم به خاطر از اینکه صحبت ها دوامدار نشه. در محکمه یک کس میخواست، یک جوان که 3 ماه عروسیش تیر شده بود میخواست خانم خود طلاق بکنه. پرسانش کردن که چرا میخوای در 3 ماه خانمت طلاق بکنی؟ این بیچاره اشتباه کرده بود، در باغ بالا همسر بر خود اختیار کرده بود. کدام روز باغ بالا رفته بود، اونجا این دختر کت فامیل خود آمده، این هم در باغ بالا عاشق شده در کثافت دانی. وقتی که صاحب اینجا عاشق شده بالاخره با همراه ازی نمبر موبایل تغییر و تبدیل کردن، بالاخره با هم ازدواج کردن. وقتی که ازدواج کردن آلی این دختر آمد گفت من میخوایم از این شوهر طلاق بگیرم. چرا طلاق بگیریم؟ گفت به خاطر از اینکه شوهر من هر روز میگه که خب تو که کت در باغ بالا کت ما شکر زدی، پیش از ما کت چند نفر شکر زده بودی؟ تو که دا آیسکریم فروشی رفتی من بسیار خجالت میکشیدم، سرم پایین گرفتم، تو دیگه صاحب می آیسکریم گرفتی خوردم میرفتی، ای شرم نمیکردی. معلوم میشه که تو قبلا تجربه داشتی. از این خاطر ما هر روز مرا تهدید و تحقیر میکنه، من مجبور هستم که این شوهر مرا طلاق بده و شوهرش هم گفت که این خانمه که من شک دارم نمیتونم که از این زندگی خود دوام بدم. گفت ماه اول ما ماه عسل بود، ماه دوم ماه مرچ و مساله شد و ماه سوم هم ترشی و تندی شد. حالا دیگه گپ ما به محکمه رسیده. از این خاطر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جوانا وصیت میکنه که فظفر بذات الدین، کسی که متدین باشه به همراه از او ازدواج بگو تا که ازدواج تو دوام پیدا بکنه. بله مولوی صاحب شرط دیگه؟ بله شرط سوم خاص الله تبارک و تعالی مقام زن بالا میبره. اینطور سودای بازار نیست که محض در یک مرتبه پیش دکاندار استاد شوی چند است و به چند ما میگیرم، به خاطری که تبادل نظر در بین دو خانواده صورت بگیره، حالات خوب منکشف شود که این خاندان و اون خاندان به کدام مستوی قرار داره، آیا زندگی قطع از اون میشه نمیشه، پدر و مادر دختر از این آگاهی پیدا بکنه. این شرط سوم است که خواستگاری یا خطبه برش میگه در لغت عربی این صورت بگیره. این شرط سوم. چهارم شرط بدون اذن پدر و مادر و بدون اذن دختر نکاح صورت نگیره. یک چیز دیگه است مولوی صاحب محترم، در این خواستگاری ها مردم افغانستان دو قسم شده. یک قسم مردم هستن که هیچ داماد نمیمونه که دختر ببینیشم، برش میگن رواج ماست، قوم ماست، ما غیرت داریم. آیا همین غیرت از اینا مطابق سنت است؟ یکی گوش بگه مولوی صاحب محترم، یکی است که آیا همین غیرت است یا که حداقل به جوان نشان نمیده دختر همسر آینده خدا که ببینه. در این قسمت پیغمبر سن چی گفته؟
و دیگه ایست که بعضی مردمای دیگه بیخی همون لنگی غیرت اوسو انداخته و دختر امرای داماد یک جای میکنه میگه ببرش در شهر هر جایی که چکرش میتی. بین این افراط و تفرید نظر دین چیست؟ بله بسیار نکته جالب و خصوصا که فعلا مشاهده میشه در جامعه ما وجود داره. واقعا نظام مقدس اسلام با وصف ازی که مسئله حجاب یا پردهداری را یک امر مهم و لازم جامعه دانسته و یکی از جمله فرایض زندگی شمار میشه، اما در مورد خطبه یا خواستگاری این اجازه را میده. چرا اصل مقصد از ستر حجاب هم نعوذ بالله مفضی شدن یا منجر شدن به فحشا و بی‌حیایی است و در وقتی که انسان اراده ازدواج داشته باشه در این وقت اون مسئله مطرح نمی باشه که نعوذ بالله آینده از این راه های خراب قدش بگیره. این کار نمی کنه. از اون خاطر است که اسلام در محدوده ستر اجازه میده که جوان دختر ببینه و دختر هم جوان ببینه، به خاطری که آینده مشکل ایجاد نشود. چرا این معامله زندگی دائمی است، باید هیچ نوع تناقض یا هیچ نوع عیب و چیز نقصان در بین موجود نباشد. اما بالمقابل یک تعداد مردم به این بهانه که بله باید از اخلاق یکی دیگه خبر شود، این گپ غلط است. در یک روز اخلاق کسی هم معلوم نمیتونه که این جوان یا این دختر چقدر اخلاق داره. یک ساعت و یک روز آدم خود آبریشم هم جور میتونه، بالکل میتونه. اخلاق و مرور زمان در زندگی معلوم میشه. پس اون مردمایی که به این بهانه موقع میده به جوان و دختر که حتی چکر هم بزنه، در اوتلا شبار هم گیر بکنه، دستار هم بده، تصویرها هم گرفته شود، این در شریعت اسلامی قطعا در جمله مقدمات زنا و عین زنا شمرده میشه. مولوی صاحب محترم مورد اجازه نیست. بله. خب از این تو فهمیده که مولوی صاحب میخوای برای ما دو نقطه را بگه. از دیدگاه دین مقدس اسلام یک صحابی مبارک ازدواج کرده بود، پیغمبر هم در اون میگه آثار را دید، برش گفت چی کرده؟ گفت من ازدواج کردم یا نامزاد شده بود یا هر چیز. گفت آیا او نامزاد تا دیدی؟ گفت نه ندیدیم. پیغمبر هم برش گفت که تو باید نامزاد تا ببینی. فان فی عیون الانصار شیء، در چشم زنهای انصاری چیز، شاید چشمایشان مثل ژاپنی ها واره بوده باشن، شاید چشمایشان مثلا رنگش اروپایی ها واره بوده باشه. بعضی کساس خوش نداره بعضی چهره ها را، مسئله رنگ گپاک است، مسئله نسبی است. یک کس رنگ سیاه خوشش میاد، یکی سر گندمی خوشش میاد، یکی سفید خوشش میاد، یکی در چشم کلان، یکی خود. پیغمبر هم برش گفت تو باید همسر آینده تا ببینی. بنان علمای کرام میگن که وقتی شما ازدواج میکنه یک جوان، برای جوان اجازه بدین که این دختر ایره البته ببینن، به شرطی که در اینجا خلوت نباشه، در اینجا کدام به شکل گناه نباشه، به شکل مشروعی که إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى